انسان باید در 3 بخش خودش را رشد دهد. اول جنبه قلبی، اول باید به قلبش دقت کند، اهمیت دهد، عاطفه ایمانی خود را رشد دهد که عبارت است از ترس خدا، مراقبت خدا، محبت خدا. این چیزها در دلش باید رشد دهد و وسایل معین خودش رو دارد، ذکر و تلاوت قرآن و نماز و اینها. این بخش اول و بخش مهمترین رشد شخصیت انسان است، بخش ایمانیات. دیگر بخشی که انسان باید خودش را رشد دهد فکرش است، اندیشهش را باید رشد دهد، عقلش را و اندیشهش را به علم خواندن می شود. یکمش به خواندن علم نمی شود، به انجام عبادت ها حاصل می شود، قلب، غذای قلبی، غذای روحی. دویمش به خواندن می شود، عقل انسان، فکر انسان به خواندن رشد می گیرد و نشستن با شخصانی که عقلشان رشد کرده، متفکرها، عالمها. سوم بخشی که انسان باید خودش را رشد دهد ساحه یا بخشی هنرهاست، مهارتها، که حالا این موضوع ما به همین سوم بخش تعلق دارد. یکی از صدها مهارتی که انسان باید آموزد مهارت سخنوری است یا هنر سخنوری. چگونه که نجاری، دریدگری هنر است، انسان به مشق و تدریب یاد میگیرد، سخنوری هم هنر است. چگونه که مثلا ثبت یک منظره، صورت گرفتن یا ثبت یگان درس هنر است و مشق کردن انسان می آموزد، این هم هنر. چگونه که خطاطی، با خط زیبا چیزی نوشتن هنر است، به مشق کردن انسان می آموزد، سخنوری نیز هنر است. فکر نکنیم که بعضی را خداوند همین خیلی می آفره که چنان تولد می شوند که سخنورند، خدا اونا را داده هنری سخنوری، و بعضی دیگر چنان تولد می شوند که سخنور نیستند. نه، این اندیشه غلط است. سخنوری مثل خطاطی، مثل نجاری، مثل رانندگی، مثل مهندسی هنر است. اگر انسان همون قاعده های را آموزد و مشق کند سخنور می شود. اگر نکند، آنگونه که به خط زیبا نوشته نمیتواند، سخنوری هم یا برآمد کرده هم نمیتواند. هنر است. یگان سر ندارد، یگان لغز ندارد، یگان طلسم نیست. درست است که نقشی موهبه ها یا ملکه های خدادادی هست، اینا انکار نمی کنیم، لیکن در روانشناسی تجربه شده و آموزش ها سری صدها هزارها نفر گذرانده شده و این خلاصه ها رسیدند که نقش مهارت و ملکه ها 50% است. همیشه 50% دیگر از شخص و سعی و تلاشش، از مشقش وابستگی دارد. امروز صحبت ما یا موضوع ما درباره هنر سخنوری. خداوند عزوجل وقتا بزرگترین نعمت را برای انسان امتنان کرده، یعنی ذکر کرده، نامبر کرده. در سوره رحمان میگوید الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان. او خداوند رحمان است، مهربان است. علم القرآن، و انسان قرآن یاد داد. نعمت بزرگ، نعمت هدایت، نعمت رشاد، نعمت راه را یافتن. علم القرآن خلق الانسان، انسان را آفرید. نعمت ایجاد، هست کردن. دقت کنیم که نعمت یاد دادن قرآن پیش از نعمت هست کردن ذکر شده سوره است. ترتیب طبیعیش کدام است؟ اول انسان تولد می شود، هست می شود، با قرآن می آموزد. لیکن آیت چی گفته سوره است؟ علم القرآن بعد خلق الانسان. یعنی قرآن یاد گرفتن، هدایت را یافتن چنان مهم است، چنان اهمیت دارد که اگر این پیدا نشود و در انسان حاصل نشود، حتی خلقش هم، هست بودنش هم، آفریده شدنش هم به ارزش می شود. بعد خلق الانسان آمده. خب اینش باشد موضوع دیگر، اما آنچه که به موضوع امروزی ما تعلق دارد این جمله آیت است. علمه البیان، به انسان بیان آموخت. ابن جزی مفسر اندلسی میگوید هو النطق والکلام، یعنی سخن گفتن آموخت برای انسان.
ببینید که در همینجا خداوند 3 نعمت بزرگش را نامبر کرده ایستاده است. در سیاق در رفت همین کلام 3 نعمت ذکر شده ایستاده است. اول نعمتی هست شدن انسان، نعمت ایجاد، دیگر نعمت ارشاد یعنی قرآن یاد گرفتن، قرآن تعلیم دادن به انسان، سوم نعمت بیان، نعمت سخن گفتن، سخنور شدن و فکر و اندیشه خود را خوب بیان کردن. پس این خیلی یک نعمت ارزشمند، یک هنر خیلی والا بوده که خداوند همچون نعمت بزرگ درباره آفرینش و درباره نزول قرآن و تعلیم قرآن ذکرش کرده ایستاده است. پس شایسته است که انسان پشت این هنر سعی کند و این هنر یک اندازه اندکش در همه هست، یعنی همه انسان خدا نطقش میدهد، اما رشد دادن آن، بهتر کردن آن دیگر وابسته به خود انسان است. یعنی هر قدر بیانش بهتر باشد میتونیم گفت که این نعمت در او کاملتر است، نعمت بیان. ابن سینا در کتاب الشفا میگوید وحسبها شرفا انها وظيفة قادة الامم من الانبیاء والمرسلین ومن شاكلهم من العلماء العاملين وعظماء الملوك وكبار الساسة. همین شرف برای هنر سخنوری بس است، یعنی همین امتیاز بس است که وظیفه پیشوایان ملت هاست از انبیا و مرسلین. هنری کیست؟ اول درجه هنر پیغمبرها، هنر فرستاده های خداوند است. اونها سلاح اساسیشون بیان بود. به بیان خداوند فرستادهشون که مردم را خطاب کنند و با مردم حرف زنند و مردم را قانع کنند. این هنر به شکل والا و بهترین در پیامبرها بود. پس میتونیم گفته که سخنوری هنر پیامبرهاست اول درجه. و من شاکلهم، و کسانی که مانند پیامبران است در وظیفه و در اهمیت، من العلماء العاملین و عظماء الملوک، پادشاهان و کبار الساسه، سیاستمداران. هیچ سیاستمدار بدون اینکه سخنور باشد سیاستمدار شده نمیتواند. اولین وظیفه و شرط سیاستمدار و راهبر همین است که با جمهور گپ زده تواند و خیلی سخنور باشد. و این رؤسای جمهور در تمام کشورها معلم دارند برای سخنوری آموختنشان. پیش از اینکه نامزدیشون به رئیس جمهوری مانند، بر وقت این هنر می آموزند و معلم ها دارند. تاجر هم باشد، سخنور باشد، بضاعتش مالش خوب گذرانده می تواند. سیاستمدار باشد هم مردم را قانع میکند، به او آواز میدهند. مدیری شرکت هم باشد، کارگرها را چنان سخنهای خوب میگوید که از صدق دل کار میکنند و شرکتش پیش میروند و هاکذا. همه میدان، همه میدان. خطیب هم باشد، خطیبی سخنور باشد، اما دوست میدارن که خطیب تیزتر بیاید که روز جمعه شود ما خطیب را گوش کنیم. مثلا هنری خطابه در عربی الخطاب میگن، سخنوری، و القا یعنی برآمد کردن، هنری حیاتی است یا به تعبیر دیگر حیاتاً ضرور است. صرف نظر که ما کی هستیم، حیات برای هر یک کس ضرور است. زبان در دهان ای خردمند چیست، کلیدی دری گنج صاحب هنر. زبان چیزی عادی نیست، این گوشتپاره خوردن باشد خیلی چیزی به اهمیت است. زبان در دهان ای خردمند چیست، کلیدی دری گنج صاحب هنر. از همین است که از قدیم باز مردم در هنری سخنوری کتاب می نوشتن. ببینید وقتی کتاب می نویسن قاعده هایش را ذکر می کنن، شرط هایش را و قدم هایی که به این زینه باید انسان رسد، پس فهمیده می شود که علم است. پس فهمیده می شود که هنر است، می شود آموخت. اگر آموخته نشود چرا کتاب می نویسن، راهنمایی می کنن، باید سخنور این خیل کند، باید این خیل کند. اگر یک موهبه باشد که خداوند به بعضی ها میدهد، مثل فرضاً برای مثال آسان شود فهمش، مثل پیامبری مثلا، ولم تکن نبوة مکتسبه ولو رقى فی الخیر اعلى عقبه. یعنی پیامبری هنر نیست، پیامبری فضل الهی است. خداوند استیفا مینه، یعنی انتخاب میکند، وحی برایش میدهد. اگر یک نفر دیگر 100 سال مشق کند، خودش را ریاضت دهد، نفسش را پاک سازی هم کند،
به امیدی که پیامبر شود نمی شود. پیامبری موهبه و هنر و علم نیست، یعنی چی است؟ بلکه فضل الهی است. اما سخنوری نه، سخنوری هنر است، راههای آموزشش هست. به همین خاطر کتاب نوشتن. ارسطو مثلا فیلسوف یونان، استاد بزرگ فلسفه و حکمت، کتاب دارد به نام الخطابه، به عربی البته خطابه. شیخ محمد ابوزهر فقیه مصری، امام جلیل، مفسر و محدث، مفسر و فقیه، کتاب دارد الخطابه، اسسه و اسالیبه، راههای سخنور شدن. این هم فقیه است، هم مفسر است، هم جامعه شناس است. کتاب الخطابه دارد و ترجمه شده کتابش نیست. دیل کارنگی، شاید شنیده این نام، دیل کارنگی روانشناس و سخنوری مشهور امریکایی است. یک کتاب دارد به نام فن الخطابه، فن سخنوری. طارق سویدان، مدربی معاصر، عالم و متفکر، جامعه شناس و مدیری موفق، فن الالقاء الرائع کتاب دارد. فنی برآمدی خوب، خیلی شخص برآمدی خوب کند. خداوند عزوجل وقتا که حضرت داوود را نعمتهایش را برای این پیامبری بزرگوار نقل کرده در قرآن، در سوره صاد چنین گفته: و آتیناه الحکمت و فصل الخطاب. و آتیناه الحکمه و فصل الخطاب. ما به داوود بنده‌مان، پیامبرمون، حکمت عطا کردیم و فصل خطاب. اینجا اضافه صفت به سوی موصوف است از نگاه نحوی عربی، یعنی الخطاب الفاصل، سخنی که واضح است و بین حق و باطل جدا می سازد. یعنی چنان بیانی واضح قوی که همین که گپ زد حق از باطل جدا می شود، معلوم می شود. فصل الخطاب میگن. یا حضرت موسی علیه السلام وقتا که از خداوند عزوجل برای اینکه خداوند به دعوت فرعون او را روانه کرد فرستاد، از خداوند یک چند چیز پرسید، دعا کرد. چی گفت؟ قال رب اشرح لی صدری، پروردگارا دل مرا منشرح ساز، گشاده کن. قال رب اشرح لی صدری و یسر لی امری، کاری مرا آسان ساز. این کاری دشوار است که با فرعون، یعنی سرسخت‌ترین پادشاه ظالمی اون دوران، تو روی او را دعوت کنی. و یسر لی امری، کارم را آسان کن. واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی، پروردگارا این گرفتگی را در زبان من که هست این را کشاده کن تا سخن مرا بفهمند. بعد آنه که شرح صدر پرسید، توفیق الهی، امداد معنوی. بعد آنه که تیسیر امر خواست، آسان شدن کارش. سوم چی خواست؟ همین در آسان شدن کار سخنی روان و گپی زیبا نمی‌دارد مگر؟ می‌دراید. لیکن برای اهمیت این چیز علاهیده حضرت موسی مخصوص پرسیده شده است که حتی یفقهوا قولی، تا اینکه سخنی مرا بفهمند. یفقهوا قولی. خداوند عزوجل به پیامبر صلی الله علیه و سلم خطاب کرده. چی گفته؟ در سوره النساء: وعظهم وقل لهم فی انفسهم قولا بلیغا، آنان را پند ده و به آنان سخنی بلیغ بگو. به آنان سخنی بلیغ گو. بلیغ یعنی چی؟ ابن عاشور میگوید والبلیغ فعیل بمعنى بالغ بلوغا شدیدا بقوه، یعنی سخنی که به قوت در نفسشان درآید، اثر کند. بالغا الی نفوسهم متغلغلا فیها، در نفسشان درآید، جا گیرد. این سخن هر سخنور نمیتواند این کار کند. اصلا سخنی سطحی و ضعیفگویی در نفس شنونده ها نمیدراید. خداوند امر کرده است از پیامبر صلی الله علیه و سلم را که به آنها، یعنی به همون مشرک ها، به دعوت شده ها، سخنی بلیغی که در نفسشان برسد، در قلبشان جا گیرد، بگوید. ابو حیان چی گفته، مفسر اندلسی؟ ای مؤثرا فی قلوبهم قولا بلیغا، ای مؤثرا فی قلوبهم، در دلشان تاثیر میرساندگی قول به اونها بگو.
پس کسی که هنر نداشته باشد این گونه کردن نمیتواند. تدرب 3 بار نوشته دل کرنگی. مشق کن بازم مشق. اشهد ان لا اله الا الله. امام ابن جوزی، عبدالرحمن ابن جوزی، ابن قیم نه، ابن جوزی عبدالرحمن، صاحب زاد المسیر تفسیر، صاحب کتاب تلبیس ابلیس، یک لقبشان خطیب الدنیا است. خطیب دنیا. در بعضی خطبه هاشون 10,000 یهودی و نصرانی اسلام می آورد. تصور کنید در یک برآمدشان تا 10,000 نصرانی مسلمان میشد از تأثیر سخنشون و امکان نداشت که شنونده ها نگیریند. امکان نداشت. یعنی اگر دلت سنگم میشد در خطبه ابن جوزی میگریستی، تمام، علاج نداشتی. در آغاز عمرش چی میگوید؟ میگوید من نمیتونستم سخن کنم، صحرا میرفتم بالای سنگ میبرآمدم، برآمد میکردم گویا که در روی منبرم. مشق میکرده. یعنی پس راه آموختن هر هنری، دلخواه هنر، یک نفر اگر 2 سالم کرسی رانندگی آموزد، اگر در سر رول نشنونیمش یاد نمیگیرد. نمیخینه؟ پس سخنوری هنر است. در این چیز شریک دیگر هنر هاست. با مشق کردن می شود آن را آموخت. رالف امرسون یکی از سخنورهای مشهور امریکایی است. سال 1882 وفات کرده است. یعنی 140 سال قبل. میگوید این جمیع المتکلمین العظماء كانوا متکلمین سیئین فی البدایه. همین چیزی که از حیات ابن جوزی گفتم همین تایید کرده شده است که همه سخنوران بزرگ با مهارت در بدایه کارشان کانوا متکلمین سیئین، نمیتوانستند سخنی خوب گویند، بعد حرف میزدن، بعد به معنی یعنی این ملکه رو نداشتن. شیخ ابوزهره نیز در کتابش که پیشتر اشاره شد فصل دارد فی طرق تحصیلها، میگوید راه های حاصل نمودن سخنوری. در اینجا یک سیومش رو میگوید الارتیاض و الممارسه، مشق کردن، ارتیاض مشق دادن، ریاضت، و الممارسه این چیز را انجام دادن.